این جمله گاندی رو به خاطر بسپرید. گاندی بزرگ، مهانداس مهاتما گاندی، فرمود به معشوقش، فرمود خوب من، هنر در فاصله هاست. من و تو زیاد نزدیک به هم میسوزیم و زیاد دور از هم یخ میزنیم. من نباید کسی باشم یا کسی بشوم که تو میخواهی و تو نباید کسی باشی یا کسی بشوی که من میخواهم. من باید بهترین خودم باشم برای تو و تو باید بهترین خودت باشی برای من. کسی را که تو از من میخواهی بسازی یا کمبودهایت هستند یا آرزوهایت. بعد این جمله بزرگ میگه، اینو اگر با طلا بنویسید و در اتاقتون نگه دارید جا داره. میفرماید که خوب من، هنر عشق، هنر عشق در پیوند، هنر عشق در پیوند تفاوت هاست و معجزه اش نادیده گرفتن کمبود